کلونی نغز دارم میگم مایده قهر پرنید غازیر کلونم اون موچای نغز میکنه تیز و وای خشنو میکنه چی اوقاتی که من دیلم خواه کلون تیار میکنه من خودم ای گوشت همه خیلی اوقات رو نغز بینم. حاضر ما خوراک ملی که در همین روی دسترخوان محصولاتش آماده کردگیم این اصلا همین خاص مردم بدخشان هست لیکن در اینجاها هم بسیار آدما همین خوراک رو تیار میکنن. این خوراک محصولاتش از غولینگ یعنی که قاقی زردآلو میگوییم از غولینگ ارد و شکر عبارت است. همین غولینگ رو ما تازه کرده ششته در دیگ می اندازیم در آب اول می اندازیم در دیگ آب که جوشید غولینگ ششته در دیگ می اندازیم و وقتی که غولینگ جوشید و ملایم شد نصف همون غولینگ رو در یک طبقچه می گیریم پشت قاشق می کنیم و یک کاسه از آبش گرفته با امین ارد محلول می کنیم. ارد 3-4 قاشق می اندازیم و ارد محلول می کنیم در امون آب و با امون همراهی امون غولینگای پشت قاشق کردگی در دیگ می اندازیم. وقتی که وای پخته تیار شد کم ترک شکر می اندازیم. اگر غولینگ امون شیرین باشد شکر کم می رود کم تر شکر می اندازیم. اگر که غولینگ اونقدر شیرین نباشد کم تر زیادتر شکر موافقی طب دل می اندازیم. برای این خوراک بسیار هم در همین وقتی تیر ماه و زمستان بسیار هم مفید است. برای چه مفید است؟ برای اون که در همین وقتا همین بسیار آدما به زکام گرفتار می شوند. وقتی که این می خورند و در کورپه پیچیده خوب می روند عرق کرده بعد عرق کردن امون زکام تیز ای بدنشون بیرون می شود. این بسیار برای همین زکام مفید است. بعد برای دل و رگ‌ها کدامی که کسل دل دارد نقصان دل دارد دل و رگ‌ها دارد همین خوراک بسیارتر استفاده کند بسیار هم مفید است. این خوراک به بدخشانی نوشخوخپه نام دارد. در اینجا این اوتوله با غولینگ میگویند اوتوله با غولینگ میگویند. همین اوتوله که از غولینگ تیار می شود. همین خیلی خاص همین مردم هم از سای مردم وای میکنند. باز همین غولینگ میتوانند همین غولینگ آب تیار کنند. غولینگ آب هم به همون زکام و به همون دل و رگ بسیار هم فایده بخش است. دل بسیار با قوت میکنند. همون غولینگ آب و همین اوتوله که ما از تیار میکنیم. خوراک تیار کردنش بسیار هم آسان است. میتوانی یک 15 منوت این خوراک تیار کنی به همون آدمایی که به مثال خانوادت به همون زکام دچار شدگی را همین میخورند بعد همین وای میخیزن از کسلی میخیزن. بسیار فایده بخش است. ما ای غولینگ آب وای او شمالگی قطع زردآلو را میشویم تازه میکنیم غولینگ در کسلوکو تر میکنیم در روی پیچگاه میمونیم. این خیلی نمیدونیم فقط او شوندگی کم تر میسته هوای دم میکشه. با ما کمپوت تیار میکنیم ورینی زردآلویی تیار میکنیم. این بسیار چیزی نغزه برنمی دیل چیزی هم هر بگه یک کسلوکو در روی پیچگاه همین غولینگ آب تر کردگی مو دم میکشه میخوریم. برای این کسلی زکام گریپ اینم خیلی چیزا انا اولیچوی صحرایی رو تر میکنیم کمپوت تیار میکنیم. این اولیچه بندک این همینا همه در وقتی نمیز زکام میگریپ توتون چقدر فایده نک با توتون کسروه از همه با توتون از همه توتون با فایده نک است. می سرد گریپ کشوده میکنه. این ها ما در بادام تیار کردیم ما همون بادام با میچینیم این چودا میتیم اسیا و روغنش تیار میکنه. انا من هو روغنش دولیم سه چه میگیریم میتیم انا چی میکنیم ما میگیریم جواز نمیکشند روغن تیار میکنند. وای بسیار هم فایده هست برای موی سر دراز کردن برای اینمی ارگانیسم آدم برای رو برای روده های همین کودک‌ها مثل اینمی کودکی که تولد میشه بسیار همین همه کودک‌ها از تولد میشوند همین روده هاشون کسل رنگی خیال میکنی بسیار وای میکنن. انا همون روغن بادام اگر یک قاشقچه همین اما کودک استعمال کند روده‌اش وای میکند صحت میکند. برای همین هم بادام بسیار هم فایده است. انا غولینگ هم بسیار فایده است. غولینگ هم
امین هم گفتی کدومی برای همون دل و رگو فایده دارد، هم امین ارگانیسم آدم رو، مسئولیت ارگانیسم آدم رو بلند میکند. این زردالو رو میگیریم، میشویم، تازه میکنیم، میجوشونیم، همین ما از او باش تیار میکنیم. فتیل کورکی رو میکنیم، چی را ریزه میکنیم، او همین را ریزه میکنم، بشینیم میخوریم. چیزی برای که بچه تیز تیار میشه. داریم پیشگاهمون هست، حالا وقت زمستون همین هسته میگیریم، روزه که خمیر رو بشیم فتیر میکنیم، شکر میکنم، همین رو میخوریم. هست حوالیامون در میچینیم، قوق میکنیم زمستون در با بزرگ میخریم. هست هر یک حولی دارد. زمین بسیار هم نداشته باشد رامید، این خیلی میوه هست. میوه های وای زردالو هست. زردالو هر یک خانواده دارد، یک بیخ، دو بیخ، سه بیخ زردالو دارند. همین وقتی که زردالو میپزد خیلی نیمش اگر ترم خورند و ورینی هم مربا کنند. در درش میندازیم اولیچی صحرایی رو میچینیم در درش، اگر وقتی که چک نداشته باشیم همون وقت این اولیچی صحرایی خودش تروش این میندازیم به هوای چی میکنن استعمال میکنن میخرن شروع. هر زمستون میبرین کسلای نمیگیرید میشه ما نمی زردالو رو با اولیچ بندک اوش توپ میگن اوش بریده. همین اوش بریده را هم اندازند. زردالو استفاده میکنن در اوش بریده. بسیار هم با لذت میبیاد در اوش بریده. بسیاری بد نیم یک مشت زردالو رو در اوش بریده میاندازند. تم ایویا و مزه میکنن و شیرین میکنن تم ایویا. بعد با همین توتم و با همین یکی چکه باشد اگر با همین وای میکنند. همین توتم هم بسیار هم فایده بخش است. همین گریپه اگر توتم تر کنی، همین یک پیوله همون توتم استعمال کنی، همون لحظه گریپ همون زکام میبروند و میبروند. که چکه نباشه همون توتم در پیچت میریزه همیده میشه. در همین کوههای همینجا میرویند. میروند میچینند و میگیرن میگیرن کوک میکنن میفروشیم ما میبوین خریدار ما توتم میچینیم میفروشیم کیلوش 15 سون 20 سون بسیار فایده آور است. سر عیدی که جاها میبیان میخرن میبرن اینا تیز او میگم که شیله میکنن انا می او توتم شقه هوا در سری او چی میریزیم هوا دم میکشه برای اینم کسلی زکام وای برای همین وای خودش همین خیلی میوه است. همین در آب جوش آمده ترش میکنین کو رنگ از لیمون هم ترش میشود. وای ترش میشود. این مثال مستوه میکنی، مثال وای ندوری، مثال چکه ندوری، یک میده از آب وای میاندازی ترشک میشود یا اوش توپه میکنی چکه نیست. انا وای میاندازی وای میشود بسیار وای. بعد برای وای خودش همین خیلی ترش ایو اگر 10 روز همین توتم تر کنی همین سحری و دلی بینهوری خوری اما همون چیزه همین تماما وای میگن کو همین زردجوش اما زردجوش همین نیست میکنه. وای خودش ترش لیکن زردجوش نیست میکنه. ما گلینگ میجوشونیم میگیریم میغوجیم هویا میگیریم شه بعد کم تا شکر میزنیم اگر به مزه باشه شکر میزنیم میگیریم خیلی غوص تیار میکنیم در الان میپزیم هویا میگیریم در کسرکو یا در بانکو ها هویا ما زمستون استفاده میبریم میخوریم. افشورش میکنن کنه ایسیو تیار میکنن این هم که چیزا ما تیار میکنیم ایولین بسیار چیزا تیار کردن ممکن است. از سوکش دیگه ایسته که ما غوص بانکو میگیریم در پشت نون میشکن میخورن سوکش دیگه لیکن $100 سوکش هم میکنیم ورینش هم میکنیم رنگ جیم بوری میشود جیم میکنی مربا میکنی هنر داشته باشی همه چیز میشود. از همه چیز همین کوهستان چیزی که در همین کوه ها میروید از همه چیز وای خوراکی با لذت یا اینکه استفاده کرده ممکن است. همه چیز فایده آور است. همه چیزی که در کوهستان میروید چیزی که هست در کوهستان از همین توران و چکری و این زنبروغ و همه چیزش سر کردگی به همین توتم و این هم شبیت و کراوش و این کوکوتی و جنبیلک و همه همین علفای همش باید از ایمینو سمبوسک تیار میکنیم. انا برچک میگن برچک اکن امون چیزش امون خمیر شد چقدر تنوک میکنی بعد امون علفو را امون علفایی که شبیت و کراوش و این پیوز صحرایی پیوز کوهی و مثل امون جنبیلک و امون پودینه و امون را همش ریزه میکنی مثل در درونشون اگر یکون زنبورغک یا بیبو یکون زنبورغک ریزه میکنی همه اوه در همون خمیر پیچونده در دیگ وای میکنی بریان میکنی همین خیلی با لذتی میشود. در درونش پر ری ویتامین هست فقط ویتامین.
در دیگ آب می اندازیم. آب انداختیم، منه آب انداختیم در دیگ. موافق همون خانواده چند قدری که باشد. همین غولینگای ششتگی تیاره، ششتیم تیار کردیم، اینا را در دیگ می اندازیم. غولینگا را در دیگ می اندازیم. انا کن این می جوشد، غولینگ ملایم می شود. بعد دوامش رو بعد با وای میکنیم در رفت همین تیار شدن همین با دوامش رو گفتن میگیریم که چی کار میکنیم. ولی اول آب جوش بیاید، غولینگا جوش بیاید، بعد وای میکنیم. بعد اونه که همین غولینگا جوش آمدن، همین رو میگیریم در طبق نیمشه پشت قاشق میکنیم. در این کاسه آرد میگیریم، آرد منتیاره، آب غولینگ میگیریم، 3-4 قاشق آرد میزنیم و میشکنیم. بعد همین آرد در درون همین غولینگا، قطعی غولینگای پشتی کردگی را در درون همین می اندازیم. همین جوشی تیار شد، شکر می اندازیم، می کوبیم و می برداریم. اطاله نوشخوخپه تیار می شود. اینای کمپیرای قدیم، اوموچ، من دالدی ببودم، گندم و کروتوب، من زیرکوب، این همینو همه آشی توپه، همینو همه اوقاتای ملی. با این کدوره در دری آب می جوشونیم، با کوتی، با لوش زنجبیل قطی کتک میکنیم. خیلی با چی دورمان چوک در کنی طبقش کتک میکنیم، که زنجبیلی که نمک قطی با در بالای کدولف کرد میچوشیم، میخوریم. با عجایب بود. با خوراکی قدیمی کلنی نغز دارم، میگم مایده قهر پرنید وزیر کلنم اون موچای نغز میکنه، تیزوهای خشرو میکنه، شیرک میکنه، آشای توپی خشرو میکنه. چی اوقاتی که من دیلم خواه کلن تیار میکنه. من خودم ای گوشت همه خیلی اوقاتا رو نقلی بینم میکنم. گوشتی بسیار می همین چیزایی سیقی نمی خیلی اوقاتای ملی کوهستانی تاجیکی. این اوقات آدم کسلی قهر نمیکنه. این اوقات آدم مثالی گرد حربه غوص نمیکنه. مثالی گرد این اوقات سرد نمیگردی، خشرو سبوک میگردی. آخی این اوقات در خوراکی ها خوراکای ملی ده؟ اوقاتای ملی، خوراکای ملی او آلمان، خوچ، زیرک، توتون، شکری، کراوشک، شویتک، پیازی کوهی، این مدل، این همین تورون، این همینو هست کوهستان ده. همش داروی ویتامینای باید نه؟ مینا میکنیم، میخوریم، راحت میکنیم. حالا همین خوانند کدو ماندگی در کارشو میگیره، کلون منتو میکنه، میگیره سنبستو میکنه، میگیره این تیزو میکنه، اون مرد میکنه. خود به خود ما میخوریم. چیزی مهنتی خود ما مهنت کنی راحت بینی. جوانان به قدر رسن و به قدر جناب عالی رسن که من این خیلی مثال هم روی کار، هم مثالی به قدر تنجی و آسایشتگی، آسایش. من همه مکتب آزاد، من مکتبای عالی همه رفته خونده سادیان، همه کسب و کار گرفته سادیان، همه مثالی گرد علم گرفته سادیان. من این زمانو میشد ولی ممکن من کاریگری کلان میشدم. من کاریگری کلان میشدم. راست میگه. خواندن فکر نکردیم. آخی که همین کار کوشش نکردیم، همین خواندن کوشش نکردیم. انا حاضر وقتی که همین غولینگا پختند، آب غولینگ گرفتیم، آبی که در درون اول غولینگ پختگی ای و یا گرفتیم در آب اینا و یا آرد انداختیم و آرد اینا شکسته استودیم. همین آرد میشکنیم و در درونی اطاله مون می اندازیم. غولینگا را می برداریم، اینا کمتر غولینگا می برداریم با آبش. این همی خیلی پشتی وای میکنیم، پشت قاشق میکنیم. این همی غولینگا کورا پشت قاشق میکنیم که شیرشون بروید و
همین شیره هاشون که برومد و در اما اتولمون الدرش میکنیم می اندازیم. اینه در وی می اندازیم در اتولمون. بعد همین ارد شکستگیمون هم به درونی اتوله غولینگو و نوشخوخپه می اندازیم تیز تیز می کویم که کلوله نشود، اردمون کلوله نزند. تیز میپسد اینه. یا دو بلق جوش شد تمام قریب تیار شد اتولمون. کم ترک جوش شد اما اردش پزد خودش تیار می شود. وقتی که همی اتولمون قریب تیار شویش همین قدر قند میگیریم، شکر میگیریم، در درونش در داخلش میاندازیم بعد میچشیم که چه خیلی شده است همین اتوله. اگر که وای باشد درست باشد وای میشود، نه که مگر قندش کم باشد با میاندازیم در درونش. زیر هوای محلول شود امون قند انا فهمیم که وای شد یا نه. اکنون نوشخوخپه تیار شد. اکنون میبرداریم برای استعمال کردن. اینا میخورن میپیچن خوب میروند، زکام همون لحظه صحت میشود. انا نوشخوخپه یا اینکه اتوله با زردالو یا اینکه با غولینگ تیار شد. انا اکنون میتوانیم استعمال کنیم.